کسی که نیکویی کند، خشنود بگرداند پدر و مادرش را در ماه شریف رمضان، ینال نظر الله تعالی بالرحمه، اون نایل می شود، سزاوار می شود نظر پروردگار را به رحمت. کسی که پدر و مادرش در ماه شریف رمضان خشنود بسازد، خدا به نظر رحمت به او بنده نگاه میکند. خداوند به نظر رحمت به بنده وقتی که نظر افکن، او بنده چی می شود؟ خوشبخت‌ترین همه بندگان می شود. و انا کفیل فی الجنة، پیغمبر گفت و من کفیل او هستم در جنت. کفیل او در جنت هستم که پیغمبر گفت روزش بگیره، مسلمان صادقی به اخلاص به ایمان باشد، ماه شریف رمضان 5 وقته را در جماعت ترک نکنه، من ضامن هستم که دستی او را گرفته به جنت میبرم. از این رو نمازها را حرکت کنیم که به جماعت در مسجد بخونیم.